فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری سوالشون این بود که طلایی که خانمشون میپوشه آیا این زکات داره یا نه؟ در این زمینه روایاتی که وجود داره صراحت داره بر این که طلایی که پوشیده میشه زکات داره. روایاتی هست از حضرت ام سلمه، از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در سنن ابو داود و کتاب‌های دیگر روایت شده که حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها یک علنگوهایی پوشیده بودند. رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که دیدن بهشون فرمودند که حضرت ام سلمه سوال کردند یا رسول الله این کنز هست که اگر کسی زکاتش ندهد جزء به اصطلاح تعظیم میشه در روز قیامت. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که آیا زکاتش رو پرداخت میکنی؟ اگر زکاتش پرداخت میکنی کنز نیست. یا در روایت دیگری حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگه که من علنگوهر درست کردم، یک روز رسول الله من دید گفت اینا چیه دستت؟ گفتن یا رسول اینا برای آرایش گرفتن که برای تو خودم رو آرایش بکنم. رسول الله صلی الله علیه و فرمودند که زکاتش رو میدید، اگر زکاتش ندید همین برای تو برای از جهنم بسط دیگه. یعنی این اگر زکاتش ندید مورد به اصطلاح عذاب قرار میگی. این روایت هم روایت صحیح است. بنابر این روایت قول اکثر علما این است که طلا ولو این که پوشیده بشود استفاده بشود زکات دارد. مذهب احناف و بسیاری دیگر از علما این است که زکات که زیورالات در هر صورت زکات داره. منتها فقهای شوافع در این زمینه نظرشون این است که طلایی که در طول سال استفاده میشه اون زکات نداره. جز طلاهایی که استفاده میشن، اون طلایی که در منزل گذاشتن و استفاده نمیکنن فقهای شوافع میگن زکات داره. زکاتی که به صورت طلایی که استفاده میشه زکات بر اون لازم نیست. اما از دیدگاه ما قول راجح و قوی تر اینه که هر طلایی باشه به شرط اینکه به مقدار نصاب برسه، چه استفاده بشه چه استفاده نشه زکات داره. مقدار نصاب، چون سوال دیگرشون این بوده تا چه اندازه پول آدم داشته باشه باید ازش زکات این خود پول یک معیار مشخصی نداره، اینو با معیار طلا و نقره حساب میکنن. اگر قیمتش به اندازه 20 مثقال طلا برسد، به اندازه 20 مثقال طلا برسد، این بپرسند که قیمت طلا چه اندازه هست و 20 مثقال طلا بنابر پول راجون کشور چقدر میشه. اگر این پول مساوی هست با 20 مثقال طلا، این یک شرطش، و شرط دومش که یک سال بر اون بگذرد زکات لازم هست. 2.5% کمتر از این باشه زکاتی